يا حسين وقف هلال الهواشم عالشريعة والعدا متحيرين وشاد عالصاب على راسه وبيها كاتب يا حسين صاح هذا اليوم يومي صاح هذا اليوم يومي وين من المفر وين وخل يدنا الموت رايد روحه خل 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 يدنا الموت روحه خل يدنا الموت روحه خل يدنا الموت روحه خل يدنا الموت يا حسين. يحتار الفكر من هيبة العباس يحتار الفكر من هيبة العباس. آل عبا، پرچم سرخ شهادت بر فراز تکیه آل عبا در اهتزاز است تا روایتگر تکرار تاریخ عاشورا باشد. حسینیه آل عبا تکیه یا منبر محصور کوچکی است در کوی 22 بهمن بندر عباس. هیئت عزاداران و ذاکرین آل عبا به مناسبت‌های گوناگون مذهبی در این تکیه به کار پخت و پز غذاهای ویژه می‌پردازند که به نظری یا خیرات نامیده می‌شود و بین نیازمندان و سوگواران پخش می‌شود. بابا عاشور با نام اصلی کاظم بادیپور بانی و مؤسس حسینیه آل عباست. پذیرایی با چای و قهوه یکی از سنت‌های ذاکرین حسینیه آل عباس و به هر مناسبتی برقرار می شود، البته با رعایت آیین ویژه نوشیدن قهوه. دله که همان ظرف دم کردن و سرو کردن قهوه است و معمولاً از جنس فلز برنج می باشد، با شکل و کالبد ویژه‌اش یکی از نمادهای قابل احترام اجتماعی اقوام عرب خوزستان و برخی از بنادر و جزایر جنوبی می باشد. دم کردن، ریختن، تعارف کردن و نوشیدن قهوه آدابی دارد که رعایت نکردن آن از ادب و آداب آنها به دور بوده و بد می‌دانند. دمام زنها با دمام ها به گرد آتشی حلقه میزنند تا پوست دهل‌ها گرم شده و تحمل ضربه های چوب یا دست نوازنده داشته باشد و صدایش خوش باشد، گویی به گرد آتش مهر و محبتی ایستاده. و حالا نوبت به کوبیدن سنج و دمام میرسد که شیوه و آیین ویژه‌ای دارد و نواختن آن نه کار هر کس است. پرچم سیاه و بزرگ نیز نشان دیگری از عزای شیعیان در سوگ امام شهید حضرت حسین علیه السلام می باشد که با مهارت و استادی تمام آن را
برافراشته می‌دارند و به چرخش در می‌آورند. بوق، سنج و دمام که گونه‌ای دهل باشد، سه ساز اصلی موسیقی مذهبی جنوب ایران است که با نفرات متعدد اجرا می شود. آوای کوبیدن سنج و دمام که از ریتم و ملودی منحصر به فرد خود برخوردار است، ذاکرین و مردم محل با شنیدن آن به سوی حسینیه و محل عزاداری روانه می شوند. بندرعباس همیشه مهاجرپذیر بوده است و میگویند خاکش دامنگیر است. از این رو مهاجران جنگ تحمیلی در این شهر برای همیشه سکنا گزیدند و شهروند بندرعباس به شمار می آیند. حاجيني وفك عينك حاجيني تقعد الولد يا ابني وفك عينك حاجيني شلون تنام قل شلون يا ابني وتسمعوني. این گونه سینه زنی را واحد می‌نامند که یکی از شاخص‌ترین لوح خوانی و سینه زنی مردم جنوب است. العين ينتهينا وتسكين باللوم وامك حقيرة وتنعاك تنحب والقلب ملكوم تنحب والقلب ملكوم دنيها ضيبني شد الحيل دنيها ضيبني شد الحيل ردتك يا ولد اليوم رهتك يا الولد اليوم رهتك يا الولد اليوم مو ساعة منامك هاي يا وليدي وتجافيني يا وليدي وتجافيني وفك عينك دي حاجة. کوچک و بزرگ، پیر و جوان، زن و مرد از هر قوم و قبیله‌ای که باشند به گونه‌ای در تعزیت سید الشهدا و یاران نزدیکش شریک میشن، یکی با بذل مال و دیگری با کوبیدن دمام، یکی با اشک و یکی با افراشتن علم و هر یک بدتر از دیگر شوریده حال میگردند. شلون تغمض العين تهنا وتستلذ باللون وامك حايرة وتنعاك تنحب والقلب ملكوم تنهض يا ابني شد الحيل ريتك يا الولد لليوم ريتك يا الولد لليوم مو ساعة منامك هاي
يا وليدي وتجافيني. هر کس و با هر زبانی فریاد وا حسینا را سر می‌دهد. قومی اعرابی و تیره‌ای پارسی، طایفه ای از ترک و لر و بلوچ و عجم و تاجیک. بعدك يا شريك الروح يا عقلي ويا لب عشان ليشعل الارض مطروح ليشعل الارض مطروح. عبت امك غير يبداك عبت امك غير يبداك تنحب والقلب مجروح تنحب والقلب مجروح. قل شلون هاني علي قل شلون هاني علي يا مدللتي خليني يا مدللتي خليني. نمادهای چون فانوس، پنجه، علم، مشک، جریده، نقل، هجله، تابوت و صدها نماد و سمبل دیگر بیاد حماسه سازان و جانبازی های لشکر اسلام محمدی به رهبری حضرت امام حسین ابن علی علیه السلام در صحرای نینوا و در روزهای تاسوعا و عاشورای محرم به نمایش می دهند تا همه ساله تاریخ عاشورا را تکرار کنند. كل شلون هان علي نايم وامك بهالحال لنعاس الولد ينراد هبه وللحمل شيا الحبه وللحمل هل يبني وقتها هاليوم يبني نهض وقتها اليوم حمل امك تقنطرنا. بابا عاشور یا کاظم زندگی را در بندر عباس بدرود گفت و میراث ماندگارش که حسینیه آل عبا باشد به فرزند بزرگ وی با نام لفته واگذار شد. 72 دستگاه فانوس به یاد 72 تن مردان مرد میدان نبرد نور علیه تاریخی در مسلخ کربلا. ردیف فانوس های روشن که به گونه‌ای راوی غربتی اندوهگین و نمادی و سمبولی دیگر از عاشوراست. تحلى الهدة يا عباس لو حسينك بظهرك. تحلى الهدة يا عباس لو حسينك بظهرك. ما فزعوا عليك بزود تتلقاهم بصدرك. ما فزعوا عليك بزود تتلقاهم بصدرك. و این نوحه خوان به زبان عربی آنچه بر این خاندان گذشت را فریاد میزند. از زینب میگوید و از رشادت شیرزن کربلا. از عباس میگوید و او را میطلبد که عباس کجایی؟ و بدین گونه عاشورای دیگر را به پایان میبرند تا سالی دیگر و سوگواره‌ای دیگر. من حيدر خذيت دروس على الماي ومن حيدر يرف بزود على الماي بيوم البكا طفل حسين على الماي تمنيت السمن طبقت علي. زينب من نخت عباس قالت ماي ما عدنا على الماي بيوم البكا طفل حسين على الماي تمنيت السمن طبقت علي. زينب من نخت عباس قالت ماي ما عدنا. زينب من نخت عباس قالت ماي ما عدنا. قالها اليوم عد عيناك اكيد الماي اجيبن. هد صوب النهر مختاب هد صوب